به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز. امیدوار هستم که هر جا هستین خوب و صحتمند و سر حال بوده و بدور از گزند روزگار بوده باشین. دوستان عزیز، ما امروز اومدیم به ارگ شاهی جبل سراج و تصمیم داریم که ارگ شاهی جبل سراج به شما به معرفی بگیریم و امیدوار هستیم که تا آخرین دقایق با ما همراه باشین. ارگ شاهی جبل سراج. این ارگ یک بنای تاریخی در ولایت پروان افغانستان است که در زمان حکومت امیر حبیب الله خان ساخته شده است و نماد از غنای فرهنگی این کشور محسوب می شود. دوستان عزیز، واقعا یک جای کاملا آرام، کاملا راحت به خاطر چکر تفریح است و از شما هم دعوت میکنم بیاین با فامیل هایتان، با دوستانتان از این مناطق زیبا و دیدنی ساحل جبل سراج دیدن کنین. شما چند تصویر دیگه میبینین، ما طرف پایان هم میریم. برای نخستین بار ارگ شاهی جبل سراج در سال 1905 الی 1907 میلادی با دستور حبیب الله خان در مساحت 36 ریب زمین در منطقه مناره ولسوالی جبل سراج ساخته شد. سبک معماری این قصر متعلق به زمان تیموریان و غوریان است. این قصر 4 تالار و 6 اتاق دارد. دوستان عزیز، بازم شما را خوش آمدید میگم و ما آمدیم در کنار وطنداران هستیم که به تفریح آمدن و از سال میپرسیم که چطور تفریحشون امروز گذشت. در نخست میخوایم باشون آشنا شویم که کیا هستند. سلام، مشکل معرفی کنین. علیکم السلام، مطیولا هستم از ولایت پروان دیگه. آمدیم اینجا به چکر همراه دوستا. درست است. شما اسم شما؟ اسم من معین است از ولایت کاپیسا. بخیر. اسم شما؟ اسم من محمد عادل است از ولایت کاپیسا. درست است. میشه شما بگوین که چطور گذشت تفریحتون امروز اینجا آمدین؟ خوب است، خوب گذشته. همراه دوستا آمدیم چکر به تفریح و گام چکر دیگه. خوب گذشت. درست است. شما چطور بود؟ خوب است الحمدلله. هوا خوب است، فضا خوب است، معتدل است دیگه. نه سرد بیخی نه گرم بیخی است. جای تفریح دیدنی واقعا ارگ جبل سراج جای تفریح دیدنی است. هر دوستایی که میخواستن بیان در این طرفا ما در خدمتشان هستیم. همیشه دیگه وطندارای دیگه هم در خدمتشان هستیم. واقعا جای تفریح دیدنی است. بخیر باشین. با شما چطور گذشت؟ خوب بود؟ واقعیت شب ما خیلی خوب بوده، تفریح خوب شده. شما کدام پیام داشته به دوستان که شما را میبینن؟ پیام ما به دوستان می است که اینجا که جای خوب است دیگه، بیان با تفریح بیگم. بخیر باشین، سلامت. پیام شما؟ پیام ما به دوستان می که همیشه خوش خندان باشن صاحب. قربان شما. شما کدام پیام داشته باشین؟ ما پیام خاص نداریم. بخیر باشین دوستان عزیز. ما در کنار دوستان ما بودیم و میریم پیشتر، با ما همراه باشین. عزیز، شما را بازم خوش آمدید میگم. در این قسمت برنامه ما آمدیم داخل ارگ هستیم و با دوستانمون نشستیم، دیدیم که با تفریح آمده بودن و باشون قصه کردیم که چطور گذشت تفریحشان و همچنین در کنار یکی از وطنداران ما را داریم که امروز به تفریح آمدن. میشه خود معرفی کنین در نخست؟ به نام یاد خدا ذبیح الله رحمانی هستم از ولایت کابل. امروز به تفریح آمده بودیم، زیاد شنیده بودیم از این قصر که زیاد زیبایی خاص خود داره. امروز آمدیم، واقعا چیزی گفتن همون چیز بودن، جای بسیار خوب از به دیدن. اینجا که هست با درخت با گل ها که هست نوشته کردن لا اله الا الله محمد رسول الله. بله دوستان عزیز، بالاخره استاد رسیدیم به پایان برنامه ما. تا یکی از برنامه‌های دیگر ما شما را به خداوند یکتا و مهربان میسپارم. زنده باد افغانستان، پاینده باد کشور عزیز ما افغانستان.